محمد و آل محمد صلوات. فقط مختصر میخواهم درباره این پروژه یا یک منبر خاکسنگی یک معلومات مختصر خدمت شما به عرض برسانم. قسمی که قومای عزیز برای من پیشنهاد کرد که مساحت منبر خاکسنگی 30 متر در 22 متر باید ساخته شود. ما هم زیربنای ساختمان 22 متر عرض و 30 متر طول مد نظر گرفتیم که دارای دو منزل میشه با مساحت 681 متر مربع با بودجه 20 میلیون افغانی که در این دو منزل، در منزل اول آشپزخانه، دهلیز و خود منبر می باشد که خود منبر مساحت 495 متر مربع، دهلیز 40 متر مربع و آشپزخانه ای که قرار طرف شرق منبر ساخته شود با مساحت 110 متر مربع ساخته می شود و همچنان قابل ذکر است که خود منبر دارای دو دروازه می باشد. یکی دروازه ای است که به طرف بیرون مستقیم باز شده و یک دروازه دیگر به طرف دهلیز و همین قسم میم سر منزل دوم منبر خاکسنگی که در منزل دوم قرار است که حسینی زنانه ساخته شود که در منزل دوم است. مساحت از او با مساحت منزل اول خود منبر تفاوت نداره، 495 متر مربع است و در پهلوی از او در سر آشپزخانه مهمانخانه ای که ساخته میشد دارای 143 متر مربع می باشد و همچنان قابل ذکر است که وقتی پروژه از چند روز پیشی که آغاز شده اگر فصل زمستان مانع ساختی از این پروژه نشه، قراره که در 5 ماه مکمل کار از این پروژه تکمیل شود. اگر در این قسمت کدام خلای زمانی به وجود نیاید که دوستا کمر همت بسته کنه و این منبر را آباد بسازد، در 5 ماه آینده کار منبر انشالله مکمل با نما با آهنپوشی که قرار در سر ساختمان شود یا بام ساختمان شود در 5 ماه تکمیل می شود. ما یک چیزم در آخر یادآور شم، ما آم و تام تا که دمزی بین قوم زنده استم از لحاظ استانداردهای انجینری این پروژه را ما در هر مقطع زمانی از حساب استانداردهای انجینری که ساختمان درست کار شده یا کار نشده مکمل ما پاسخگوی هستیم که در این قسمت قوما نگران نباشه که بعضی قسمت ها این رقم پروژه کار شده یا بعضی قسمت ها این رقم پروژه دیگه کار شده. از لحاظ استحکام ساختمان ما آم و تام تا که زنده هستم پاسخگوی هستم. در قسمت تهدابش هم که یک تعداد دوستا انتخاب کرده بود برای قوما ایران ما بازم یادآور میشم که تهداب از این مکمل استاندارد انداخته شده، هیچ نوع مشکلی نداره. چیزی که ساحه ایجاب میکرد و موادی که ما در دسترس قرار داشتیم و در افغانستانی که ما و شما زندگی میکنیم با کارهای ساختمان قراری که جور کنیم مطابق استانداردهای انجینری مکمل تهداب ساختمان مطابق امازو کار شده، مطابق استانداردهایی که در افغانستان وجود داره مطابق از او منبر ساخته شده و همچنان تهداب از او مطابق از او ساخته شده که انشالله هیچ کدام مشکلی در تهداب ساختمان وجود نداره. کسایی که از اول کار در اینجا موجود بوده تا فعلا دوستا دیده که سپلایش حتی از حد مجاز کلانتر شده و در قسمت از که دوستا نگران بودن، امیدوارم که نگرانیشان رفع شده باشه. در تهداب ساختمان هیچ نوع مشکلی وجود نداره. در اینجا شما حضور داشتین در روز کانکریت ریزی تهداب و روز کانکریت ریزی پایه های ساختمان آیا ببره وجود داشته یا نداشته؟ خب شما شاهد بودین که ببره وجود داشته، پس سپل هم وجود داشته. بازم قوما از قسمت ساختمان هیچ نگرانی نداشته باشین. دوستای عزیز، در قسمت سنگکاری من نمیگم که در ساختمان سنگکاری نمیشه، همین کانکریت ریزی که شد درست است. اگر ساختمان طرحریزی شود که سنگکاری شود هم درست است و اگر ساختمان طرحریزی شود که توسط آهن کانکریت کار شود هم درست است. ما ساختمان چون مساحت ساختمان کلان بود، ارتفاع بلند بود، به او خاطر سنگ نسبت به آهن کانکریت ضعیفتر است، به او خاطر سنگکاری دیزاین نکردم که تعداد دوستایی که در قسمت مساحت
خود منبر مگه چقدر نفوس گنجایش داره. حدوداً هر منزل از یک یعنی مساحت 495 متر مربع را گفتم که خود اصل منبر است، بدون آشپزخانه و بدون مهمانخانه ای که در منزل سر ایجاد میشه. بدون از او حدود 3000 نفر همزمان اینمی گنجایش داره و اگر مهمانخانه را در جمع نفوسی که قرار است در این منبر گنجایش داشته باشه حدوداً 4000 نفر گنجایش داره. 1500 نفر منزل اول گنجایش داره و 1500 نفر منزل دوم گنجایش داره بدون مهمانخانه. تشکر از توجهتان دوستای عزیز، بخشش باشه که وقت گرانبهای شما را گرفتم.